سلام بچه ها، خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم توی این ویدیو بچه ها بهتون آموزش بدیم که چگونه توی کلش رویال ما بتونیم کارتامون رو خیلی سریع مکس کنیم و اصلا لازم نباشه که مثلا حالا بهتون برم نشون بدم. خیلی راحته مکس کردن همه کارتای کلاش رویال. خب بچه ها، اولین نکته‌ای که باید شما در نظر داشته باشید اینه که مثلا من الان جاینت استونوال و جلاد و لول 15 کردم، یعنی مکس کامل. خب چجوری این کار کردم بچه ها؟ اولین راهش اینه که مثلا شما برید همین چالش هایی که هستش، مثلا نمیدونم همین گامبی گابلین اینا رو بازی کنید، یا مثلا اینا از این بهتون میده، از همین چیز که مثلا میتونید خیلی چیزا بخرید اینجا توی فروشگاهش، یا مثلا همین چالش ها رو همه رو بزنید، سعی کنید همه رو بزنید، یا مثلا کلاسیک چلنجش رو حالا نمیگم تا آخر 12 بود بده، چون کار خیلی سختی، یعنی مثلا خیلی از پلیرهای مثلا مثل علی بورف، علی کیلر اینا میتونن. خب مثلا تا 4 تا هم بردید خوبه، بازم خب 4 تا هم بردید خوبه. بعد بچه ها وار بزنید، همیشه وار بزنید. مثلا من اینو وار میزنم، این مثلا اینجا 3500 تو به سکه میده، خیلی خوبه سکه. و مثلا همین چیز بگیرید، رویال بلیت یا همون بلیت طلایی. بلیت طلایی بگیرید، خیلی آسون میشه، یعنی تو یه فصل اصلا شما بلیت طلایی بگیرید راحت میتونید همه کارتاتون رو 15 کنید. و همیشه بچه فروشگاه رو سر بزنید. مثلا میگم این چیزایی که به دردتون میخوره رو بخرید. خب به دردتون میخوره، مثلا همین مثلا اجدا برقی به درد من میخوره، مثلا میخرم. خب یا مثلا میگم مثلا چیزایی که بچه کلن داشته باشید. خب یعنی برید توی کلن، خب مثلا ریک پر کنید. مثلا من اینو میزنم، به دردم نمیخوره، الان میزنم میره، سکه میگیرم، خوبه. خب خیلی راحته مکس بکنید کارتاتون رو، یا مثلا صندوق باز کنید، یا آره دیگه همین کارا میشه کرد. برای مکس کردن خیلی راحت همین کارا میشه کرد. و همین دیگه بچه ها، تا ویدیوی دیگه البته بچه ها حتما ویدیو رو لایک کنید اگر خوشتون اومد از این ویدیو، و چنل من رو هم حتما یادتون نره که سابسکرایب کنید. و تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.